افغانای نازنین سلام از همه اقوام شریف و نازنین و پر افتخار افغانستان. اموی ده کسایی که تحمل شنیدن حقم نداشت برای امونا هم سلام. مادر و خوارت مادر ماست، خواهرت خواهر ماست، ناموس ناموس ناروایی ماست. من به شما فوش نمیتونم، به شما فقط همین قدر میگم شرمتان باد. شما میگن چرا از پشتون طرفداری میکنی؟ یا برادر والله بالله من حق گفتم، هیچ پشتون طرفداریش نکردیم. هر جنای حق بوده تاریخ 50 ساله زنده افغانستان هستم در پیش چشم میبینیم. هر آن چیزی را که بیان کردیم در ویدیوهای قبلی گواه از حقایقی بوده که در پیش چشم من انسان افغانستانی فارسی زبان اتفاق افتاده. ای که تو تحمل حقیقت نداری، بازم میگم ما فارسی زبان ها فاشیستیم. فاشیستی خود ما را نمیبینیم. بدی و بدکداری و بیعزتی خود ما را باید مینوس منفی بکنیم، نبینیم، خاک برتیم، نادیده بگیریم، فوش بتیم به پشتون که ای ما فلان تا اشرف غنی، ای ما فلان تا کرزی، ای ما آقای من. ما و شما در افغانستان در سال 72 آمدیم، هیچ پشتون نبود. هزاره مگم پشتون است، تاجیک پشتون است، ازبک پشتون است. چیکار کردیم ما بین ما؟ چیکار کردیم؟ چقدر کابلی کشته شد، چقدر انسان در جنگای ما و شما کشته شد. کجا بود پشتون وقت؟ ولی چرا حقیقت کتمان میکنن؟ چرا نمیپذیرن؟ او برادر تا و زمانی که ما و تو خانواده خود ما را اصلاح نکنیم، خانواده خود اصلاح نمیتونیم، میریم در جان خانواده همسایه میچسبیم. من و تو عیب داریم، بیا عیب خودت برطرف کو عزیز من، بعد برو طرف همسایه تا اصلاحات بیار. اول زن بیا جهان. تو خودت اصلاح نمیکنی، میگه از من نادیده بگی برو در سری از پشتون فوش بتی. ولی چرا؟ اگر این پشتون نباشه در وسط ما و توی تاجیک و هزاره و ازبک و فلان و فلان، به خدا قسم پارچه پارچه میکنیم یکی دیگه ما را. ما و شما خو امتحان پس دادیم، بیا در پشتبانی ناقی نکنین، حق بگوین. دو روز بعد رفتنیست. خدا جان میارتان.